درود، من ملینا هستم، عاشق زبان و ادبیات فارسی. دوران دبیرستانم هم زبان ادبیات فارسی خوندم. اون موقع ها یادم میاد که خیلی خیلی انشاهای زیبایی می نوشتم توی کتابا، مخصوصا صفحات آخر کتاب فارسی اگه یادتون باشه کلمه ها و معنی هاش بود. همیشه میرفتم از روی کلمه های قلمبس و کلمه های جدید در می آوردم، توی تمام انشاهام ازش استفاده می‌کردم. همیشه نمره انشام 20 بود. هدفم از این کانال کتاب خونیه، کتاب بخونیم، با هم کتاب بخونیم. یه سری کتابایی که دارم رو دوست دارم که دوباره بخونم، بعضیشون اصلا نخوندم، با هم بخونیم، یه هدف باشه واسه من. عزیزانی که دوست دارن میتونن با من همراهی بکنن. اینم ضمناً بگم اینجا بعضی از کلمات روی بعضی از شعرها رو امکان داره که تلفظش رو اشتباه بگم. همینجا بهتون میگم که لطفاً به بزرگواری خودتون ببخشید.